یادم بچه که بودیم هر موقع میرفتیم حرم تو راه برگشت برای اینکه تو ایستگاه اتوبوس ما گریه نکنیم و بهونه نگیریم، مامانم یه دونه از این شیرمال خوشمزه ها برامون می‌خرید. واقعیت اینه که انقدر کوچیک بودم خیلی تمام ازش یادم نیست، اما خب ورژن خونگیشو براتون میذارم. مواد خشک رو ترکیب کنید، آب و روغن رو اضافه کنید. یه دونه تخم مرغ 50 گرمی گرفتم که 40 گرمش رو ریختم داخل خمیر، 10 گرم رو برای رومال نگه داشتم. وانیل هم دوست داشتین بزنین، میتونید به جای وانیل گلاب بزنید. حسابی 10 دقیقه ورز بدین. خمیرتون که به سطح صاف و صیقلی رسید 45 دقیقه بذارید استراحت کنه. برای کرم روی شیرمال نشاسته ذرت، آرد، شیر و شکر رو با هم روی حرارت ملایم بذارید. یه کوچولو گلاب بزنید و بذارید کنار کامل سرد بشه. خمیر که آماده شد به 3 چونه مساوی تقسیم کنید. میتونید 4 تا چونه هم بکنید، اجباری نیست. 10 دقیقه که استراحت کردن اینطوری دایره در بیارین، تقریبا به ضخامت 1 سانت خوبه و بذارید کاملا استراحت کنن تا حجم بگیره. اول رومال بزنید، بعد از کرم به هر طرحی که دوست داشتید روی خمیر بزنید که خب متاسفانه من چون داشتم تلفن حرف می‌زدم یادم رفت برعکس انجام دادم. در مورد زمان پخت و دمای پختم داخل کپشن نوشتم. خیلی یادم نمیاد بچگی یا فرمش چه شکلی بود، ولی امیدوارم که خوشتون بیاد.